3 رو خوندیم، بعد با هم دیگه بررسی کردیم حالت مختلفش رو. بعد خودتون دیدین که چقدر اینا میتونن چی داشته باشن؟ تنوع داشته باشن. و ما به خاطر اینکه بتونیم با این تنوع سرعتمون رو بتونیم بالا ببریم، یک سری نکات کمکی تعریف کردیم. حتی نکات کمکی هم اینجوری بود، بعضی وقتا مستقیم کمکم میکرد، بعضی وقتا باید به زور ازش استفاده میکردم، یعنی یک جفتی رو پیدا میکردم، نکات کمکی رو از دلش میکشیدم بیرون تا بتونم کمکم بکنه و از سوال رو حلش بکنم. حالا فصل 4 که قرار شروعش بکنیم و یکی از مهمترین فصلهای شما هست و بچه ها حدود 15 تا سوال هم فقط از فصل 4 دارید، میشه کاربرد اپراتور و دنباله. بیشتر کاربرد اپراتور هست، یعنی همین اپراتورها رو میاد میره داخل یک سری شکل ها میذاره و شما باید اون سوالات رو حلش بکنید. درس این فصل نگاه کنین، کلن درسش بهت بگم چند صفحه است. صفحه 1، صفحه 2، صفحه 3 تموم میشه. این میشه کلا تیپ هایی که میتونه داشته باشه. پس کلا درس خیلی خیلی طولانی چیزی نداره، فقط مثال هر چقدر برای این فصل حل کنی کمه و تا آخرین روزی که شما دارید آزمون یوس رو میخونید باید برای این فصل اشکال اپراتوریتون مثال حل کنید. امروز من داشتم به بچه‌ها میگفتم مثلا یه کتاب هوش، حالا جانر که حالت تکلیفتونه، پوزای چیزی کنار دستت بذار، هر موقع که مثلا داری کار خاصی انجام نمیدی چند تا سوال از این فصل 4 حل بکن، چون فصل به شدت مهمیه. بریم به بعضی دانشگاه حتی بچه ها اصلا از خود اپراتور و دنباله مستقیم سوال نمیدن، میان میبرنش داخل این فصل، یعنی از کاربردش به صورت اشکال سوال میدن. بریم ببینیم که چه جوریه. اول تیپ های پرتکرار رو با هم دیگه بررسی میکنیم. تیپ اول بچه ها شکلی هستش که قسمت های یکسان تقسیم شده. مثلا اینجا یک دایره دارم که به 8 قسمت مساوی تقسیم شده. به جای دایره میتونست یک 8 ضلعی بده، میتونست یک 6 ضلعی بده که به 6 قسمت مساوی تقسیم شده. منظورم اینه که آقا یک سری اعداد پشت سر هم دیگه اینجوری چیده شدن. برای اینها بچه ها 2 تا حالت پیش میاد. حالت اول، من همه رو اصلا از اول براتون می نویسم. حالت 1 اینه که با شروع از کوچکترین عدد به صورت ساعتگرد یا خلاف آن دنبال تشکیل می شود. یعنی تو باید به تمامی انواع دنباله ها انقدر مسلط باشی که سریع تشخیص بدی آقا آیا اینا پشت سر هم تناوب دارن، دنباله هستن، یکی در میونه، غیر منطقیه، چیه فلان. خب یا اینجوری یه حالت بعدی چطوری میتونه باشه؟ حالت بعدی اینه که قطعه‌های رو به رو با هم اپراتور میسازن. فرق اپراتور و دنباله چی بود؟ اپراتور تعداد جمله‌اش کم بود دیگه، با 2 تا سومی رو میساختیم. پس بچه نگاه کنین، حالت اول رو با این مثال حل شده با هم در نظر میگیریم. توی این مثال حل شده نگاه بکن، میری کوچکترین عدد رو شروع میکنی، پیداش میکنی ساعتگرد یا پاد ساعتگرد، نگاه میکنی ببینی میتونی دنباله بسازی یا نه. بچه ها این دنبالش چرا؟ چون 3 8 11 19 خیلی مرتب منظم دارن زیاد میشن و دنباله خاصی هم هست. اسم این دنباله چیه؟ شبه فیبو. باریکلا. پس این دنباله هست شبه فیبو. بچه ها دیگه توی این فصل واسه اینکه وقت بذارم نگاه کنم ببینم این دنبالم چیه فلان بهمانه دیگه نداریم ما. پس به خاطر همین خیلی خیلی باید مسلط باشم به مبحث اپراتور و همینطور دنباله. پس این میشه مثال برای حالت اول که گفتیم با کوچکترین عدد یا ساعتگرد یا پاد ساعتگرد دارن دنباله میسازن که جواب این سوال برابر میشه با عدد 49. خب چرا تاکید کردم که با کوچکترین عدد؟ چون بچه‌ها
دایره خصوصا دایره جهت نداره، لزوما اینجا نمیتونه خونه اول باشه، میتونه چجوری باشه؟ 3 رو اینجا بده، 3 8 فلان فلان فلان، دایره که جهت نداره. تو باید بگردی دنبال کوچکترین عدد و بعد ببینی آیا تناوب زیاد شدن یا کم شدن میتونی توش پیدا کنی یا نه. حالت دوم رو مثالش رو میخوام این تو براتون پر بکنم. برای مثال مثلا یه همچین حالتی رو داریم، 51 دارم، 22 دارم، 17 دارم، اینجا 18 دارم، 36 دارم، 16، 64 و علامت سوال. خب کوچکترین عددم رو پیدا میکنم 16. نه ساعتگرد نه پاد ساعتگرد، هیچ رابطه دنباله‌واری توش نمیبینم. دنبالمون حالت شبه فیبوناچی بود وانیا جان، هر دوتا جمله جمع میشن بعدی رو بهم میدن. حتما فصل دنباله ها رو نگاه کن، به شدت مهمه، تک به تک نایزم بررسی شده اونجا. 3 با 8 11، 8 و 11 جمعشون 19، 11 و 19 30، 30 با 19 میشه 49. خب بچه اینجا کوچکترین عدد رو پیدا کردم، ساعتگرد و پاد ساعتگرد اصلا نتونستم دنباله ببینم. انقدر باید مسلط باشی که تو نگاه اول تشخیص دادی که دنباله نیست. حالا میرم چیکار میکنم؟ میرم قطعهای روبرو. قطعهای روبرو یعنی چی؟ یعنی این دوتا رو با هم، یعنی این دوتا رو با هم، یعنی این دوتا رو با هم میگیرم و سعی میکنم چی بسازم؟ یک اپراتور یکسان بسازم. آفرین محمد، ما چی دیدیم بچه ها؟ اعداد آشنا دارن دیده میشن. عدد آشنای 64، 36 و همینطور 16. ما دنبال چیه اینا باید باشیم؟ دنبال ریشه هاشون. 64 ریشه 8 رو چجوری با 17 بسازم؟ با جمع درونی 17. بعد ریشه 16 رو چجوری با 22 بسازم؟ با جمع درونی 22. ریشه 36 رو با جمع درونی 51 باید بسازم. حالا 18 که مربع کامل نیست، پس باید جمع درونیش یعنی 8 و 1 رو حساب بکنم، بعد اونو به توان 2 برسونم که جواب نهاییم رو بهم میده 81. بچه ها هم برای حالت دنباله هم برای حالت اپراتور میتونن از ساده ترین اپراتورها، دنباله ها و یا سخت ترین حالت های ممکن استفاده کنن. یعنی دیگه اینجا فقط مهم اینه که تو تشخیص بدی دنباله است یا اپراتوره. این که خود دنباله یا اپراتور الگوریتمش چیه دیگه این فصل پیش فرض اینو گذاشته که تو به طور کامل روی دنباله و اپراتور مسلطی. این میشه تیپ اولمون. هم متوجه این دوتا حالت شدن. حالا من اینجا رو خالی گذاشتم، بعدها که برمیگردیم مرور کنیم یه حالتهایی رو شاید براتون حالتهای ادوانس رو اضافه بکنم. فعلا اینا رو نیاز نداریم. بریم سوال حل کنیم. اینو نگاه کن، شروع از کوچکترین عدد رفته رفته داره زیاد میشه، یهو کم شده. حتی اگر این دنباله باشه بچه دنبالش غیر عادیه. تو دو رقمی ها سریع باید بیاد تو ذهنت اینورس کردن جمع ارقام ضرب ارقام. اینجا کدوم جواب میده؟ خب اگر اینورس بریم، اوکی، اینورس میشه 43 44 45 46. بچه این برعکسش میشه 74. آیا اینورس جواب میده؟ نه. آفرین، یکی از بچه ها گفت محمد داره میگه جمع ارقام تو این سوال جوابه. جمع ارقام 7 8 9 10 11. این علامت سوال جمع ارقامش. به من بگو یا باید 12 باشه یا چند باشه؟ آفرین. چرا؟ چون آقا من نمیدونم این خونه قبل هفته یا بعد 11. همین 2 دقیقه پیش گفتم دایره جهت نداره، یعنی خونه اولش لزوما قابل شناسایی نیست. خب حالا که اینجوریه گزینه رو انتخاب میکنم که جمع ارقام 6 یا 12 باشه. مطمئن باشید فقط یکی از اونها قرار توی گزینه ها وجود داشته باشه. عالی. بریم سراغ سوال سمت راست. بچه ها من خیلی قشنگ دارم ترتیب میبینم، خب، و تازه دنبالم رو دارم حالت یکی در میون میبینم. نگاه کن 20
21 علامت سوال 23 اینا با هم از اون ور 26 27 28 25 26 27 28 یعنی علامت سوال هم میشه بین 21 و 23 که میشه چقدر 22. این یک روش حل. یه روش حل دیگه هم داره. اون چیه؟ قطعه های روبرو زهرا بهش اشاره کرد. چند تا با هم فاصله دارن؟ آفرین. یعنی بچه ها علامت سوال شما یا باید از 20 دو تا بیشتر باشه یا باید از 22 تا کمتر باشه. یعنی جواب یا 18 یا 22 که باز هم قاعدتا فقط یکی از اونها توی گزینه ها وجود داره. خب این هم مثال حل شده برای تیپ اولمون. دیگه حالا هر میگم اپراتور یا دنباله رو هم میتونن داخل اینها قرار بدن. بریم تیپ دوم. تیپ دوم بچه شکلایی هستن که به 4 قسمت مساوی تقسیم شدن. ما اینجا نگاه کن، قرمز زردان رو نگاه کن، پاد ساعتگرد یکی دنباله یکی در میونه 25 26 27 28 این از یکیش، اون یکی دنبالم این ساعتگرده 20 21 علامت سوال 23 پس این چند بوده 22. یا میتونیم قطعه های روبرو بریم. 27 و 25 دو تا فاصله دارن، 28 و 26 دو تا، 21 و 23 دو تا، پس 20 با روبرویش باید دو تا فاصله داشته باشه. خب حالت بعدی بچه ها به شدت مهم که اصلا میتونم بگم اکثر این فصل مثال هاش یا از روی این تیپ حل میشه یا خود این 4 تایی یا از مفهوم قرار استفاده بکنیم. خب اولین حالت بچه ها چیه؟ من یادتون باشه توی دنباله ها، توی آخرین بخش دنباله های غیر عادی ما در مورد مفهومی صحبت کردیم به اسم وزنه های تعادلی. چجوری بود؟ 4 تا عدد داشتیم، میگفتیم مثلا جمع دو تاشون با ضرب دو تای دیگه برابره. اون یکی از حالتهای خیلی مهمه، ولی قبل از اون میریم یه چیز دیگر رو اینجا بررسی میکنیم. کلا شما هیچ وقت یهو نمیای 4 تا عدد رو تو هم ضرب کنی یا 4 تا عدد رو با هم جمع کنی. 2 به 2 شروع میکنی دیگه. 2 تا رو میگیری، لازم باشه سومی رو اضافه میکنی، لازم باشه چهارمی. تو این 4 تایی هم اینجوریه. بچه‌ها حداقل هم بهتون 2 تا یا 3 تا مثال حل شده بهتون میدن. به چه صورتی؟ برای مثال نگاه کن، یه همچین چیزی داده بهت. خب بیا با هم دیگه بررسی کنیم. میری 2 به 2. چه جوری 2 به 2 میتونی بگیری؟ سطری، ستونی یا ضرب دری. غیر از اینا دیگه حالتی وجود نداره. میری نگاه میکنی عددات رو عین اپراتور. اگه عددا کوچیک باشن ضرب و جمع سری میاد تو ذهنم. شرط تفریق وجود داشته باشه تفریق، شرط تقسیم وجود داشته باشه از تقسیم هم استفاده میکنم. بیا اینجا سطر اول عددا کوچیکن 8 و 4 ضرب و جمعش رو سری میارم تو ذهنم. بچه‌ها جمع 8 و 4 میشه 12. آیا ربطی به این دوتا داره؟ خیر. ضرب 8 و 4 میشه 32. چه ربطی به پایینی داره؟ آفرین. اینه ها 8 ضرب در 4 32. یکی از نکات مهم در اپراتورهای درونی رو داخل اشکال چجوری میتونم بنویسن؟ همینجا برات نکته مینویسم. نیکا اولویت معمولا با چیزیه که یا بتونیم از توش یه نکته در بیاریم، اگه پیدا نکردیم آره دیگه اول سطری بعد ستونی بعد ضرب داری، چون معمولا چشممون اول سطری رو میبینه. وگرنه چیزی که داری میگی نیکا داره میگه چرا نگفتی 8 3 تا مثلا بشه 24 تا، چون نیکا تو این یکی جواب نمیداد. اینا با هم دیگه چی هست؟ صورت سوالن. پس بچه توی این سوال A B C D A ضرب در B شد عدد دو رقمی C D. نکته برات می نویسم، قبلا اشاره شده ولی میخوایم اینجا هم همچنان نکته ها رو داشته باشیم. اعضای درونی یک عدد، اعضای درونی یک عدد یعنی چی؟ یعنی رقم ها می توانند داخل خانه های مختلف پخش شوند. خب
یعنی اینکه بچه تازه این میتونه 32 باشه، تازه تو اونو میتونستی 23 هم بخونی، یعنی همون اینورس و اینجور چیزا هم اینجا دوباره سر و کلشون پیدا میشه. خب برای اینکه مطمئن بشم باید چک کنم ببینم چیزی که پیدا کردم تو اون یکی هم جواب میده. بله 7 5 تا هم به من چند تا میده؟ 35 میده. حالا اگه سطری نشد برو سراغ ستونی، دوباره ضرب و جمعشون. 8 سه تا اینجا 24 رو میبینم، ولی آیا 7 سه تا 21 وجود داره؟ خیر. اینم نشد میرم مثلا سراغ ضرب دریا، مثلا میگم 8 2 تا 16 8 2 2 10. آیا با اینا میتونم بسازم؟ نه. مثلا تو این ضرب دری جواب میده 7 5 تا 35 تا. اما چیزی که پیدا میکنی باید تناوب داشته باشه، یعنی تو همشون منظم و تکراری باشه. این یه حالت. پس بچه‌ها یکی از حالتایی که بهمون میدن اینه که داخل خودش داره اپراتور برام میسازه و گفتیم همون اول کار نمیام بگم 8 و ضرب در 4 ضرب در 2 ضرب در 3، نه، 2 به 2 اول میری، نشد میری 3 تاش رو با هم میگیری، نشد میری 4 تاش رو با هم میگیری. خود 2 به 2 هم 3 تا حالت داره: سطری، ستونی و ضرب دری. چجوری بگیم؟ بگیم که ضرب دری در هم ضرب میشه 35، 7 5 تا 35 تا. آره دقیقاً فاطمه، میگم هم سطری ستونی ضرب هر کدوم میتونه جواب بده. مثلا اینجا میتونستی بگی که 7 5 تا 35 تا. دقیقاً همین اتفاقی که برای این مثلا افتاد میتونه سطری بیفته، میتونه ضرب دری بیفته. تازه میتونست اینجوری بیفته 8 4 تا 32 رو چپ هم بنویسه براش. همه این حالت ها امکان پذیر هست. حالا مثلا میام یک مثال دیگه بنویسم برای اینکه ذهنتونم جوری نره که حتما 2 به 2. برای مثال اینجا مثلا نوشتم 9 4 4 6. قطعا یه مثال حل شده دیگه هم حداقل باید بهت بده که بتونی سوالت رو حلش بکنی. اینجا بهت داده 7 مثلا 7 نه این دیگه خیلی تابلو دارم جوابو می نویسم براتون. مثلا اینجوری باشه با اینجا نکته‌ای که نوشتم مریجا نوشتم که اعضای درونی یک عدد یعنی رقم‌هاش میتوانند داخل خانه‌های مختلف پخش شوند. یعنی 32 دهگانش رو میتونه یه ور بنویسه، یکانش رو یک سمت دیگه. بین دو دایره یکیه. آره لجا قطعاً باید وقتی به همون اپراتور میدن، یادتونه تو اپراتور 3 تا جفت میدادن، 4می رو ازت میخواستن. اینجا هم حداقل 2 تا یا 3 تا مثال حل شده باید به هم بدن، تو همشون هم یکسان باشه که بتونم همون رو روی بعدی اعمال کنم. حالا بچه‌ها اینجا رو نگاه کنین، 2 به 2 میرم سراغ سطری، ستونی، ضرب دری. اول چک بکنیم تو اولی 9 2 تا 18 تا چه ربطی به 2 و 6 داره؟ آیا میتونم بسازم؟ نه. 9 و 2 11 چه ربطی 2 و 6 داره؟ هیچی. ستونی برم دوباره 9 و 2 هم ستونی هم ربطی نداره دیگه. ضرب دری برم 9 و 6 تا 54 به 2 و 2 ربطی داره؟ خیر. 9 و 6 15 به 2 و 2 ربطی داره؟ خیر. بچه‌ها دیگه وقتی این حالت رو چک کردید دیدید که آقا جان نمیشه، اینجور وقتا به این هم شک بکنید. به چی؟ به احتمال اینکه حالا که 4 تا عدد 2 به 2 نشد مجبورم با 3 تا سعی کنم اون یکی رو بسازم. حالا نگاه کنین توی دومی 2 و 4 و 8 و 8 چه اتفاقی افتاده براش؟ بچه 2 و 4 و 8 همه با هم عامل مشترک دارن. این بر 2 و 2 و 6 عامل مشترک، 9 هم با 6 عامل مشترک. وقتی عامل مشترک داشتیم از چه عملگری استفاده می کردیم؟
ضرب و میگفتیم اینجا 4 تا عدد دارم، باید چیکار بکنیم؟ ببینیم سوال بعدی. باید چیکار بکنیم؟ با 3 تاش سعی کنیم یک ضریب یا توانی از اون یکی بسازیم. بچه‌ها اینجا از خونه های A B C D ضرب کدوم 3 تا به اون یکی ربط داره؟ توان یا ضریبی از اون یکیه. آفرین، باریکلا. ضرب اینا تواندوی اینو داره میسازه. پس نگاه کنین همه نکات اپراتور رو دوباره داریم مرور میکنیم برای اینکه این نکته هم تو ذهنت بمونه. این یه مثال حل شده چون خیلی مهمه. اگر عامل مشترک یعنی همون مقسوم علیه مشترک داشتم، میرم سراغ ضرب و سعی میکنم با ضرب چند عدد ضریب یا توانی از دیگری بسازم. این میشه کاری که ما باید انجام بدیم. خب این میشه حالت عادی، یعنی اپراتور رو آورده داخل این 4 تایی گذاشته. بریم ببینیم وزنه های تعادلی چی میگن. وزنه های تعادلی گفتم آخرین تیپ دنباله های غیر عادی بود که میگفتیم بالفرض ضرب 2 تاش با جمع 2 تاش برابره. نگاه کن اینجا عددهای A رو دارم، B رو دارم، C رو دارم، D رو دارم. به هر طریقی با عملگرها میتونیم بین اینها به تعادل برسیم. مثلا میتونیم بگی که ضرب A و B با جمع C و D برابره. مثلا تقسیم A و B با جمع C و D، ضرب A و B با ضرب C و D با توجه به ویژگی های خاصی که دارن. اگه مضرب مشترک داشته باشن، ضرب به هم بخش پذیر باشن، تقسیم شرط منها وجود داشته باشه، منها هیچ فرقی نمیکنه. اینا رو چجوری اینجا بهم سوال میدن؟ بازم نگاه کن شکلم برات کشتم که تو ذهنت بمونه. واسه وزنه تعادلی به 4 تا عدد نیاز داری. شکلامونم که داریم میخونیم 4 خونن دیگه. مثال عددی برات مینویسم با هم دیگه بررسی کنیم. پنجم، خب این سوالا چی کار میکنم؟ بچه ها میرم نگاه میکنم، باز هم 2 به 2 چک میکنم. ما گفتیم اول 2 تا 2 تا میگیریم دیگه. آفرین، 2 تا 2 تا میگیریم، بعد میگیم که آقا ضرب و جمع و ایناشو سریع میارم تو ذهنم. بچه ها در واقع مرحله اول تو این 4 تا یا یکسانه. چرا؟ چون تو بالاخره ضرب و جمع اینها رو بیاری یا تعادل رو میبینی یا سریع این عددها رو میبینی دیگه. یعنی اینا هیچ کدوم یکی اولویت نداره. اگر تعادل 2 به 2 یا اپراتور 2 به 2 وجود داشته باشه تو همون نظر اول به چشمتون میاد. بیا با هم بریم سطری. 8 و 4 ضربشون 32 ربطی نداره. 8 و 4 جمعشون 12. با 2 و 6 چجوری میتونم 12 بسازم؟ آفرین، جمع اینا ضرب اینا. 5 به اضافه 9 14 ضرب اینا. 7 به اضافه 3 10. پس x رو به هم چند میده؟ 2 میده. پس بچه ها همون موقع که تو داری اینا رو 2 به 2 چک میکنی یا به تعادل 4 تایی میرسی اینجا، یا چیکار به همون رفیقای 4 تایی میرسی، یه حالت بالایی یعنی اپراتور درونیش رو میتونی داخل شکلت پیدا بکنی. اینا در واقع مراحل تشخیصشون یکیه. معمولا هم اگر اینها وجود داشته باشن توی همون 10 ثانیه 20 ثانیه اول به ذهنت میرسه، چون دیگه کوچولو انگه سری سطری ضرب و جمع نشد، ستونی ضرب و جمع نشد، ضرب دری ضرب و جمع و تمام. حالا اینا رو هم میتونه سطری بده، ستونی بده، ضرب دری بده. این یکی از حالتهای وزنه‌های تعادلی. حالا بچه‌ها برای حالت بالایی اومدیم گفتیم اگه 2 به 2 نشه برو با همش یعنی با 3 تا چهارمی رو بساز. ببینیم این موضوع توی تعادل چجوری خودش رو نشون میده. تو چک کردی 2 به 2 نه به تعادل رسیدی نه به حالت اپراتور درونی که سوال بالاییته.
اینجا چه حالتهای پیش میاد؟ یا با 3 تا قرار 4می رو بسازی یا نه با هر 4 تا قرار تعادل بسازی. چه جوری؟ اینجا برات می نویسم امکان داره اگه تعادل 2 به 2 نباشه تعادل کلی باشد. یعنی چی؟ یعنی جمع، ضرب و یا حالا هر چیزه هر 4 خانه در شکل‌ها با هم در تعادل باشد یا یک مفهوم ریاضی داشته باشد. یعنی چی؟ الان برات یه دونه مثال می نویسم. مثال حل شدم رو هم توی این نام می نویسم، توی این بچه ها می نویسم. این 4 تا عدد، این 4 تا عدد، 4 تا عدد، این هم 4 تا عدد. بعدی شده مثلا بعدی شده اینا همه مال یک مثال دیگه. 3 5 7 5 این یکی رو داده 6 و 4 و 3 x از تو خواسته. خب چیکار میکنی؟ وزنهای 4 تایی هن دیگه. میریم اول 2 به 2 چک میکنم. 2 به 2 یا تعادل وزنهای تعادلی میسازه یا اپراتور درونی. همون اولی سطری 7 3 تا 21 7 و 3 10. ایول جمع بالایی ها با جمع پایینی ها برابر شد. ولی آیا تو اون یکی ها جواب میده؟ خیر. آفرین سعیده. نه. برم سراغ ضرب دری. 7 تا 14 به 8 و 3 ربطی نداره. 7 به اضافه 2 9 به 8 و 3 ربطی نداره. نشد. برم سراغ ستونی. 7 8 تا 56 ربطی نداره. 7 و 8 15 ربطی نداره. پس آقا دو تایی ها رو بذار کنار. یا قراره با 3 تاش اون یکی رو بسازی یا قراره چیکار بکنی؟ تعادل کلی بزنی. بچه ها عددهاتون خیلی مثلا 2 و 3 و 7 و 8 خیلی با هم عامل مشترک اینایی ندارن. پس بهتر عملگری که استفاده میکنم هم جمع باشه. میتونید به من بگین جمع هر 4 تا تو اولی چنده؟ 20. تو دومی 20. تو سومی هم 20. پس بچه ها این آفرین همشون 20-ان. پس اینا چجوری تونستن با هم دیگه بیان یک شکل بسازن؟ یادتونه تو دنبالای عددی میگفتیم یه سوال داشتیم میگفتیم همهشون جمع ارقامشون به هم 9 میده پس این دنبال است. اینا هم چون همهشون جمع کلشون به عبارتی تعادل عدد 20 میده با عملگر جمع اینا به هم دیگه ربط دارن. پس ایکسمون هم میشه جوابش عدد 7. حالا نوشتم یا میتونه در تعادل باشن یعنی مقدارشون یکسان باشه یا حتی یک مفهوم ریاضی برسونن. توی دنباله ها یادتونه بعد از جمع ارقام تازه مثلا میرسیدیم به 1 2 3 4 5 6. بعد از جمع